فراموش نمی کنم وقتی که از مادرم به دنیا آمدم. بسیار ظریف و کوچک و نحیف بودم و این تو بودی که پدر و مادر و اطرافیان من را مأمور محافظت و سرپرستی من قرار دادی. ای خالق مهربانم، از کدام یک از میلیاردها میلیارد لطف و محبت تو تشکر کنم؟ از صدای ضربان قلبم تشکر کنم